یک بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان. روزی همت بازم بخیر شادی باشه، روزای بهارتان مبارک باشه. مردمی که در وطن هستین و این مراجعت ما برای هم برادرای غریب ای. همینجا چی گپ دیگه ای برادرو؟ برای چی میگم چی گپ دیگه ای که ایرا ببینین که برادرای عزیز پاسپورتاشون موندگیان جایی چی محکمه ای. نمیدونم این چی توجیکی گپ میزنن. خیلی من تمام دنیا رفتم، هندوستان، روسیه خودش، ترکیه، عربستان، تمام هم دولتایی که ما گشتم پری توجیکی که رنگی ما گم میزنن. اینم خیلی سازستی که تینجی کارکات خوبه، همه طرف تینج زندگی خوب گفته، اینم خیلی گپ میزنن. خیلی اکی ازبکستان و قرقیزستان و هندوستان یاش با به حساب که ده هم مسکو خودش ما چندین بچهای توجیک دیدیم، میگم ما 40 ساله مردکای، میگم ما ده همینجا تولد شدیم، این خیلیش هم دیدیم، همه کارش دیدیم برادرای عزیز. همین چیزی که من دیدم روی گشتنم خودم میدونم که هم خیلی هسته که در تمام جا توجیک است. در هندوستان تاج محل که ای مود خشوق هم میزنن توجیکی. این ایران و این افغانستان و ما یگام گپ گفتنی نیستیم، یگام دولت یگام چیرا نگ، من همه قشنگ میدونم که این توجیک گپ زن توجیکا در روی دنیا هستن. همینجا در چوبه که تو به حال همین خبرای مسکو، همین نوستی و دیگه همین اینترنت رو ما تماشا میکنم، نمیگن که همیا کیانو چیانو برای چی کار کردن. یگام گپی همین انیق و دقیق شنه میگن که همیا کیان، همیا که اگر ای تاجیکستان میشیدن در یک وقت میبروردن میگفتن نه تاجیکستان فلان قشلاق چی گپ نیست، یا که تاجیکستان فلان رایونش، یا که تاجیکستان فلان جو نیست. همین گپ اینجا چی گپ دیگه خیر عاقبت چه خدا بخیر بیاره. انتظار میشه ما که در آینده چی گپا میگم. با خیلی خطونم همه خبرها رو گوش کردین، همه خبرها رو دیدین. همینجا چی گپای هیچ که جز خداوند نمیدونه. اگه این خیلی خطون فهمیدین این پس تایی این من نمیدونم این چیه چی نیست که ما توجیکا در همین وطن خمون دلمونو در تراب زدیم، که دلمون در لرزه زده که همین توجیکی برای همین ما توجیکی که این توجیکی توجدار در عمرش در یگام کتاب در یگام جو اومدگی نیست که توجیک شمشیر گرفته، که توجیک یراق گرفته رفته جودا جنگ کرده باشه. در یگام جو اومدگی نیست. ها جنگ شدگیم فقط به سرمون اومدگیان با ما مقاومت نشون دادگیم که مقصد وطنمون نداریم، مقصد زمینمون نداریم. گفته این خیلی شیدگی هست نکیم که ما توجیکا یگام بر لشکر کشیدگی نیستیم در ایام قدیم الایام تا به حاضر ایرا آیاتون نبرین. در یگام روی تاریخ این گپ اومدگی نیست که توجیک لشکر کشیده باشه. انتظار میشیم برادرها، صبور باشین، به احساسات داده نشین. همتون میگم با قوت باشین و خداوند صبر جمیل همه مونده عطا کنه. انتظار میشیم که چی گپ میشوه. خداوند یارو مددگارتون. زنده باشین.